رشد خواهیم داشت یا نه کاهش. چیزی که ما توی دلار میبینیم، داخل دلار داخلی، میبینید که کاهش پیدا کرد توی یه مثلث، یه جورایی مثلث کنج یا فشردگی ایجاد شده. میبینید که تا پایین اومده و اینجا اگه توجه کنید کف تقریبا این کندل با این کندل توی سطح هستش و این کاهشی که میبینید اینجا تقریبا دیگه این کاهش محو شده. یعنی یه جورایی ما به صورت واگرایی داریم میبینیم. از یه منظر دیگه که حالا تا الان فکر کنم و واگرایی مخفی رو براتون توضیح ندادم، هم RSI و هم MACD یه HD داریم. یعنی اینجا کف اینجا اگه توجه کنید پایین تر از کف اینجاست، اینجا کفش بالاتر از اینجاست. اگه توجه کنید خدچین رو دنبال کنید میبینید که کفش بالاتره، این بالاتره، ولی اینجا برعکسه. این پایین هم همینجوره، با اینجا فرق داره. خب معمولا HD ها تو اواسط روند، وسطای روند ایجاد میشن. خب چه اتفاقی افتاده؟ ما از مثلث بیرون زدیم. وقتی ما از مثلث بیرون زدیم چه اتفاقی میخواد بیفته؟ در چنین مواقعی در فشردگی که هستیم و خارج میشیم شاید یه پولبکی داشته باشیم، ولی معمولا ما یه تارگت هایی خواهیم داشت. از لگی که داریم، این لگ که اومده وارد مثلث شده، تا جایی که میخواد خارج بشه ما یه تارگتی داریم دیگه. اگه توجه کنید اینجا خارج شدیم. فیبوناچی نقطه هم براتون توضیح دادم، میتونید برید نگاه کنید و ازش استفاده کنید. خب تقریبا ما داره 100%مون 130 رو به ما نشون میده. حالا شاید رو 120 ما استراحتی داشته باشیم، چون همونجور که میگه 61.8% یه عدد خیلی مهمیه، ولی 130 تارگتمونه و این خیلی مهمه که ما بدونیم الان از مثلث خارج شدیم و میتونیم کم کم خریدمون رو انجام بدیم. ولی هر کسی مسئولیت خرید و فروش خودشو داره. ما هم مسئولیت خرید و فروش خودمون رو داریم. پس اگر چیزی اینجا گفته میشه در قبال اینه که فقط برای خودم دارم توصیه میکنم و دارم اون ایده‌ای که دارم با شما به اشتراک میذارم. حالا هر وقت اگر درست در اومد دیگه شما میتونید ازش استفاده کنید از این به بعد.